به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب رمانی بسیار زیبا شروع میکنیم. این کتاب اسمش هر دو در نهایت میمیرن. کتابی بسیار زیبا از آدام سیلورا و مترجمان میلاد بابانژاد و الهه مرادی هستند. این کتاب در سال 1402 به چاپ 28 رسیده. در ابتدای این کتاب جمله‌ای هستش که داستانی جسورانه، دلپذیر و فراموش نشدنی درباره از دست دادن امید و قدرت دوستی. لورن اولیور، نشر نون در تهران این کتاب رو چاپ کرده. در پشت جلد کتاب معرفی ساده‌ای از آدام سیلورا آورده که براتون میخونم و بعد با هم کتاب رو شروع میکنیم. آدام سیلورا، نویسنده جوان اما با تجربه که این روزها در امریکا ستاره‌ای در حال اوج شناخته می شود، در نیویورک متولد شد. قبل از اینکه به نویسندگی روی بیاورد، کتاب فروش بود و بعد به شرکت در حال توسعه‌ای پیوست که برای جوانها و نوجوانها به شیوهی نوین و خلاقانه کتاب نقل می‌کرد. پس از آن شروع به نوشتن کرد و کتاب‌هایش یکی پس از دیگری جزئی جدا نشدنی از فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز شدند و ده‌ها جایزه ریز و درشت را از آن این نویسنده جوان کردند. هر دو در نهایت می‌میرند داستانی است الهام بخش، احساسات برانگیز، دلربا و خیره کننده که به ما یادآوری می‌کند بدون مرگ زندگی و بدون غم عشق و دوستی معنایی ندارد و می شود حتی در یک روز هم که شده زندگی و دنیایمان را عوض کنیم. 5 سپتامبر کمی بعد از نیمه شب از قاصد مرگ با متیو تورز و روفوس امتریو تماس گرفته می شود تا خبر بدی به آنها داده شود. آن دو قرار است امروز بمیرند. متیو و روفوس با هم کاملا غریبند، اما به دلایل مختلف و متفاوتی هر دوشان در روز آخر زندگیشان به دنبال پیدا کردن دوست جدیدی هستند و این شروعی است برای یک پایان پر از ماجراجویی و هیجان. بخش اول، قاصد مرگ. زندگی کردن نادرترین اتفاق جهان هستی است. بیشتر مردم فقط وجود دارند. همین. اسکار وایلدا. 5 سپتامبر 2017 متیو تورز، ساعت 12:22 صبح. قاصد مرگ در حال زنگ زدن است و می‌خواهد اخطار مرگم را بدهد. امروز قرار است بمیرم. چیزی که گفتم را فراموش کنید، چون اخطار کلمه خاصی است. کلمه‌ای که معمولاً وقتی بتوان از چیزی دوری کرد از آن استفاده می شود. مثل ماشینی که برای کسی موقع گذشتن از چراغ قرمز بوق می‌زند تا به او اخطار دهد خودش را کنار بکشد. اما این تماس فقط برای اطلاع رسانی است. صدای زنگ مخصوصشان شبیه ناقوسی است که تمامی ندارد، مثل زنگ کلیسا که از یک چهارراه آن طرفتر به گوش میرسد و بلندگوی گوشیم از آن سمت اتاق مدام پخشش میکند. هنوز هیچی نشده. حسابی ترسیده بودم. صدها فکر داشتن در خودشان غرقم میکردند. شرط می‌بندم این همان بحرانی است که اولین بار وقتی چتر باز می‌خواهد از هواپیما به بیرون بپرد تجربه می‌کند، یا حسی که پیانیست در اولین کنسرتش پیدا می‌کند. هرچند دیگر هیچ وقت فرصتش را ندارم که بفهمم واقعاً این گونه است یا نه. مسخره است. همین 1 دقیقه پیش داشتم متن‌های سایت شمارش معکوسی‌ها را می‌خواندم. جایی که روز آخری‌ها، آخرین ساعت‌های زندگیشان را به شکل استاتوس و عکس به صورت زنده با دیگران در میان می‌گذارند. آخرین چیزی که خواندم درباره دانشجویی بود که می‌خواست برای سگش خانه‌ای تازه پیدا کند و حالا قرار بود بمیرم. قرار بود؟ نه. آره. سینه‌ام سنگین شد. امروز قرار است بمیرم. همیشه از مرگ می‌ترسیدم. نمیدانم چرا
فکر می‌کردم این ترس جلوی اتفاق افتادنش را می‌گیرد. البته می‌دانستم همیشه از من محافظت نمی‌کند، اما حداقل آنقدری جلویش را می‌گیرد که بتوانم بزرگ شوم. بابا در مغزم فرو کرده بود که باید وانمود کنم شخصیت اصلی داستانی هستم که در آن هیچ اتفاق بدی نمی‌افتد. مخصوصاً مرگ، چون قهرمان همیشه زنده می‌ماند تا در مواقع لزوم همه را نجات دهد. صدایی که در سرم بود داشت آرام می‌گرفت و قاصد مرگ آن سوی خط تلفن منتظر بود تا به من بگوید که قرار است امروز در 18 سالگی بمیرم. وای، من واقعاً دلم نمی‌خواهد تلفن را بردارم. ترجیح می‌دهم به اتاق خواب بابا بروم و به زمین و زمان فحش دهم. بگویم که چه وقت بدی را برای بودن در بیمارستان انتخاب کرده است، یا با مشت به دیوار بکوبم. از همان زمان که مامان موقع تولدم مرد باید میفهمیدم که زود میمیرم. صدای زنگ تلفن برای 13مین بار به صدا درآمد و نمیتوانستم بیشتر از این از اتفاقی که قرار بود امروز برایم بیفتد دوری کنم. لپتاپی را که روی پاهای به هم گره زده ام بود هل دادم روی تخت و بلند شدم. سرم گیج رفت. احساس گیجی میکردم. مثل زامبی ها به سمت میزم میرفتم، خیلی آرام و همانند مرده های متحرک. روی گوشی نوشته بود قاصد مرگ. معلوم است که این را نوشته. میلرزیدم اما به سختی تماس را جواب دادم. هیچ چیزی نگفتم. مطمئن نبودم چه باید بگویم. نفس میکشیدم چون چیزی کمتر از 28,000 نفس برایم باقی مانده بود. میانگین روزانه تعداد نفسهای آدمی که در حال مرگ نیست این مقدار است و دلم میخواست تا میتوانستم از آنها استفاده کنم. الو، من از قاصد مرگ تماس میگیرم. آندریا هستم. تیموتی. خودتی؟ تیموتی؟ اسم من که تیموتی نیست. به آندریا گفتم اشتباه گرفتین. قلبم آرام گرفت. با اینکه دلم برای تیموتی سوخت جدی میگویم اسم من متیو است. این اسم از پدرم بهم ارث رسیده و دوست داشت من هم آن را به پسرم منتقل کنم و حالا میتوانستم، البته اگر بچه دار میشدم. صدای تلق طلوق صفحه کلید را شنیدم. احتمالاً داشت چیزی را در بانک اطلاعاتیشان تصحیح میکرد. او ببخشید، تیموتی آقایی بود که الان تلفن را باهاش قطع کردم. اصلا با این خبر خوب برخورد نکرد. مرد بیچاره. شما متیو تورز هستید، درسته؟ به همین سادگی آخرین امیدم نابود شد. متیو، میشه تایید کنی که خودتی؟ متاسفانه امشب باید به خیلی های دیگر زنگ بزنم. همیشه تصور میکردم که قاصد من خودشان بهشان میگوین قاصد، نه من. خیلی همدلانه برخورد کند و شنیدن خبر را برایم راحت تر کند. یا حتی بیشتر از وحشتناکی این اتفاق که من باید با این سن کمم بمیرم صحبت کند. راستش بعدم نمی آمد کمی برایم چرب زبانی هم بکند و بگوید حالا که حداقل میدانم امروز آخرین روز زندگیم است باید آن را خوش بگذرانم و بیشترین استفاده را از آن بکنم. اینجوری حداقل نمیمانم خانه و مشغول درست کردن یک پازل 1000 تکه‌ای نمیشوم که هرگز به موقع تمام نمی شود و از ترسم دست به کارهای خاک بر سری نمیزنم. اما این قاصد باعث میشد فکر کنم این من هستم که دارم وقت او را تلف می کنم، چون ظاهراً برخلاف من او خیلی کار برای انجام دارد. خیلی خوب، خودم هستم. من متیو هستم. متیو، متاسفانه باید به اطلاعات برسونم که در زمانی از 24 ساعت آینده شما با مرگ حتمی روبرو خواهید شد و متاسفانه ما نمیتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما هنوز برای زندگی وقت داریم. قاصد کمی درباره اینکه زندگی عادلانه نیست توضیح داد و بعد لیستی از کارهایی را که امروز میتوانم انجام دهم برایم خواند. نباید از دستش عصبانی شوم، اما مشخص بود حوصله‌اش از تکرار مکرر این جملات سر رفته است. جملاتی که در ذهنش حک شده بود
و تا به حال به صدها و حتی شاید هزاران نفر گفته بود که به زودی قرار است بمیرم. هیچ همدلی با من نداشت. احتمالاً داشت حین گفتن این جملات ناخنش را لاک میزد یا دوز بازی میکرد. روی سایت شمارش معکوسی ها روز آخری ها همه چیز را به اشتراک میگذارند، از تماسشان گرفته تا اینکه روز آخرشان را چگونه میگذرانند. این سایت در واقع توییتر روز آخری هاست. پست های زیادی خواندم از روز آخری هایی که اعتراف کردند که از قاصدشان چگونگی مرگشان را پرسیدند. اما فقط اطلاعات کلی در اختیار همه قرار میگیرد و جزئیات در اختیار کسی نیست. حتی رینولدز رئیس جمهور سابق که 4 سال پیش سعی کرد برای فرار از مرگ در یکی از پناهگاه‌های امن و زیرزمینی مخفی شود موفق نشد و در نهایت یکی از مأمورین سرویس مخفیش او را ترور کرد. قاصد مرگ فقط تاریخ مرگ را مشخص می‌کند، اما نمی‌تواند ساعت و دقیقه یا حتی چگونگیش را تشخیص دهد. متوجه شدی؟ بله. وارد سایت قاصد مرگ شو و درخواست‌هات رو برای مراسم ختم تکمیل کن. به اضافه اینکه میتونی درخواست بدی چه چیزی روی سنگ قبرت نوشته بشه. یا شاید هم دلت بخواد سوزونده بشی که در اون صورت در عمرم فقط به یک مراسم ختم رفته بودم. وقتی 7 سالم بود مادر بزرگم مرد و چون فکر میکردم خواب است و از خواب بیدار نمیشود مراسم ختمش را حسابی به هم ریختم. 5 سال بعد قاصد مرگ به وجود آمد و ناگهان همه مراسم ختم خود را تجربه کردند. پیدا کردن زمانی برای خداحافظی قبل از مرگ فرصت فوق‌العاده‌ای است، اما بهتر نیست این زمان را به زندگی کردن اختصاص بدهیم؟ شاید اگر آدم‌های بیشتری بودند که به مراسم ختمم می‌آمدند احساس دیگری داشتم. اگر دوستانم از تعداد انگشتان دستم بیشتر بودند بهتر بود. و تیموتی از طرف تمام کسانی که اینجا در قاصد مرگ هستند اعلام می‌کنم که خیلی متاسفیم تو را از دست میدیم. از روزت نهایت استفاده رو ببر. خب من متیو هستم. خیلی متاسفم متیو. کلی کار سرم ریخته و روز طولانی داشتم. این تماس ها هم خیلی استرس‌زا هستند و گوشی را قطع کردم که کار بی‌ادبانه‌ای بود. خودم میدانم، خوب میدانم، اما نمیتوانستم بگذارم وقتی خودم ممکن است تا 1 ساعت یا حتی 10 دقیقه دیگر بمیرم از روز پر استرسش برایم بگوید. ممکن بود آبنباتی بپرد داخل گلویم و خفه شوم. ممکن بود از آپارتمانم خارج شوم و از پله ها بیفتم و قبل از اینکه پایم به بیرون برسد گردنم بشکند. ممکن بود یکی دزدکی وارد خانه شود و من را بکشد. تنها چیزی که مطمئن بودم از آن نمیمیرم سن زیاد بود. روی زانویم به زمین نشستم. همه چیز امروز تمام میشد و هیچ کاری از من بر نمی آمد. نمی توانستم به سرزمین اژدهایان بروم و عصای جادویی که مرگ را متوقف می کند بدزدم. نمی توانستم سوار قالیچه پرنده شوم و دنبال غولی در چراغ جادو بگردم که آرزویم برای یک زندگی ساده و کامل را برآورده کند. شاید می توانستم دانشمند دیوانه‌ای پیدا کنم که به صورت علمی من را فریز کند، اما احتمال دارد که حین این آزمایش غیر معمول بمیرم. مرگ برای همه ناگزیر و امروز برای من قطعی بود. لیست کسانی که دلم برایشان تنگ میشد، البته به شرطی که دل مرده ها هم تنگ شود بسیار کوتاه است. اصلا نمی شود اسمش را لیست گذاشت. بابا که همیشه بیشترین تلاشش را برای من کرده بود و لیدیا بهترین دوستم، نه فقط به خاطر اینکه در راهروهای مدرسه من را نادیده نمی‌گرفت و همینطوری ازم نمی‌گذشت، بلکه به خاطر اینکه وقت‌های نهار کنارم می‌نشست و با من در کلاس‌های علوم شریک می‌شد، با من درباره اینکه در آینده می‌خواهد مدافع محیط زیست شود صحبت می‌کرد و می‌گفت وقتی دنیا را نجات داد می‌توانم با زندگی کردن در آن دنیای رویایی لطفش را جبران کنم و از این حرف‌ها. اگر کسی هم بخواهد درباره لیست کسانی که دلم برایشان تنگ نمی‌شود بداند، باید بگویم متاسفانه لیستی برای آنها ندارم. کسی تا حالا
کار بدی با من نکرده و خوب درک میکنم چرا کسی دلش نخواسته به من نزدیک شود. جدی میگویم، درکشان میکنم. من همیشه آدم متوهمی بودم. همان چند بار محدودی هم که دعوت شدم تا با همکلاسی هایم چند تا کار باحال و هیجان انگیز مثل اسکیت سواری در پارک یا رانندگی دیر وقت انجام دهم، خودم را کنار کشیدم، چون ممکن بود باعث مرگمان شود. شاید به نظرم بیشترین چیزی که دلم برایش تنگ شود فرصت‌های از دست رفته برای واقعاً زندگی کردن زندگیم باشد و دوست نشدن با همه کسانی که 4 سال تمام در مدرسه کنارشان نشستم. دلم برای شب خوابیدن خانه دوستانی که تا صبح ایکس باکس اینفینیتی و بازی‌های فکری می‌کردند و من به خاطر ترس‌هایم این کار را نکردم تنگ می‌شود. اما بیشترین کسی که دلم برایش تنگ می‌شود متیوی آینده است. کسی که شاید کمی خجالتش می‌ریخت و بهتر زندگی می‌کرد. تصورش خیلی سخت است، اما به نظرم متیوی آینده سعی می‌کرد چیزهای جدیدی را تجربه کند، مثل راه انداختن دود و دم با دوستان، گرفتن گواهینامه رانندگی و رفتن به پورتوریکو با هواپیما و پیدا کردن ریشه‌های خانوادگیش. شاید با کسی آشنا می‌شد و عاشقش می‌شد. شاید برای دوستانش پیانو می‌زد و جلویشان می‌خواند و مطمئناً مراسم ختم پرجمعیت‌تری می‌داشت. از آنهایی که همه را کل آخر هفته درگیر می‌کند. اتاقی پر از آدم‌های جدید که فرصت در آغوش کشیدنش را برای بار آخر پیدا نکردند. متیوی آینده در لیستش دوستان بیشتری داشت که دلش برایشان تنگ شود. اما من هرگز فرصت تبدیل شدن به متیوی آینده را پیدا نخواهم کرد. هیچ کس با من سرخوشی ناشی از دود را تجربه نخواهد کرد. هیچ کس تماشاگر پیانو نوازی من نخواهد شد و هیچ کس بعد از گواهینامه گرفتن کنار دستم در ماشین بابا نخواهد نشست. هیچ وقت با دوستانم سر اینکه کداممان کفش بهتری را برای بولینگ بپوشیم یا سر اینکه کداممان در بازی‌های ویدئویی شخصیت ولورین را انتخاب کنیم دعوایم نخواهد شد. دوباره روی زمین افتادم. به این فکر کردم که حالا به انتخاب بین زندگی کردن یا مرگ رسیدم. حتی آن هم نه. کمی زندگی و بعد مرگ حتمی. 12:42 صبح. بابا هر وقت عصبانی یا ناامید بود دوش آب داغ می گرفت تا آرام شود. وقتی 13 سالم شد و پای فکرهای پیچیده و نوجوانانه متیو به وسط آمد، نیاز به وقت زیادی برای تنها بودن و فکر کردن داشتم. برای همین از او تقلید می کردم. اما حالا دلیل دوش گرفتنم احساس گناه است. احساس گناه از این که امیدوار بودم به جز لیدیا و بابا دنیا یا حداقل بخشی از آن از مردنم ناراحت شوند. سعی نکرده بودم روزهایی را که روز آخرم نبود بی محابا زندگی کنم. تمام آن دیروزها را تلف کردم و حالا دیگر فردایی برایم نمانده است. به کسی چیزی نخواهم گفت، به هیچ کس جز بابا. اما او حتی به هوش هم نیست و به حساب نمی آید. نمیخواهم آخرین روزم را صرف حرفهای غم‌انگیزی بکنم که مردم میزنند تا ببینم که از ته قلبشان میگویند یا نه. هیچ کس نباید در آخرین روز زندگیش به دیگران شک کند. باید بروم بیرون و وارد دنیای بیرون شوم. حتی شده با کلک زدن به خودم و فکر کردم به این که امروز هم مثل روزهای دیگر است. باید بروم بیمارستان و بعد از مدت‌ها مثل قدیم دست بابا را برای آخرین بار بگیرم. وای، برای آخرین بار. قبل از آن که بتوانم به فناپذیریم عادت کنم خواهم مرد. همینطور باید بروم لیدیا و پنی بچه 1 سالش را ببینم. وقتی بچه متولد شد لیدیا من را پدرخوانده پنی کرد. چقدر مزخرف است که مثلا قرار بود من کسی باشم که در صورت مرگ لیدیا حضانت بچه‌اش را قبول کنم. کریستیان نامزد سابقش هم حدود 1 سال پیش مرد.
اینکه چطوری پسری 18 ساله بدون هیچ درآمدی قرار است از کودکی خردسال مراقبت کند جالب نیست؟ جواب کوتاهش این است که این اتفاق نمی‌افتد. اما قرار بود بزرگ شوم و برای پنی داستان‌هایی از مادر قهرمان و پدر باحالش تعریف کنم و وقتی از لحاظ مالی به استقلال کامل رسیدم و آمادگی روحیش را پیدا کردم به خانه‌ام بیاورمش. اما حالا قرار بود از زندگیش محو شوم. حتی قبل از اینکه تبدیل به کسی فراتر از یک عکس در آلبوم شوم، عکسی که لیدیا ممکن بود درباره‌اش داستانی هم تعریف کند و پنی سرش را تکان دهد و به عینکم بخندد و بعد صفحه را برگرداند و سراغ عکس‌های خانوادگی آشناتر برود. برایش حتی وجود هم نخواهم داشت، اما این دلیل نمی شود پیشش نروم و برای آخرین بار قلقلکش ندهم و مانده های غذا را از صورتش پاک نکنم. یا کاری کنم تا لیدیا کمی استراحت کند و تمرکزش را بگذارد برای گرفتن مدرک معادلش. یا حتی وقت کند دندانش را مسواک بزند و موهایش را شانه کند یا چرتی بزند. بعد از آن یک جورهای خودم را از بهترین دوستم و دخترش جدا می کنم و می روم دنبال آخرین روز زندگیم. شیر آب را بستم و آب قطع شد. امروز وقت دوش گرفتن 1 ساعته نبود. عینکم را برداشتم و به چشمم زدم. از حمام بیرون آمدم. روی چند قطره آبی که بیرون ریخته بود لیس خوردم. خیلی دلم میخواست بدانم این نظریه که در لحظه آخر تمام زندگیتان پیش چشمانتان میآید درست است یا نه که گیره حوله را گرفتم و خودم را صاف کردم. نفس عمیقی کشیدم دوباره و دوباره، چون اینجوری مردن واقعاً بدشانسی بود. حتما یکی داستانم را در بخش مرگ‌های حمامی در سایت مرگ‌های احمقانه قرار میداد. سایتی پرطرفدار که حالم را از خیلی جهات به هم میزد. باید از اینجا بروم بیرون و زندگی کنم، اما قبلش باید از این آپارتمان جان سالم به در ببرم. 12:56 صبح برای همسایه‌های واحد 4F و 4E نامه تشکر نوشتم و بهشان گفتم که امروز آخرین روز من است. از وقتی بابا رفت بیمارستان، الیوت همسایه واحد 4F مدام به هم سر میزد و برایم شام می آورد. مخصوصاً از هفته گذشته که اجاق گازمان سر تلاشم برای درست کردن اپاناده‌های مخصوص بابا خراب شد. چون در واحد 4E قرار بود شنبه بیاید و اجاقمان را درست کند. اما دیگر نیازی نیست. بابا خودش بلد است که چگونه درستش کند و بعد از مرگ من بد نیست کمی حواسش پرت شود. رفتم سر کمد و پیراهن نخی آبی و خاکستریم را که لیدیا برای تولد 18 سالگیم گرفته بود برداشتم و روی تیشرت سفید رنگم پوشیدم. تا حالا بیرون نپوشیده بودمش. امروز پوشیدن این پیراهن به معنی نزدیک نگه داشتن لیدیا به خودم است. ساعتم را چک کردم. یکی از ساعتهای قدیمی بابا دستم بود که وقتی به خاطر مشکل چشمش ساعت دیجیتال با نور پس زمینه گرفت آن را به من داد. دیگر داشت 1 میشد. در یک روز معمولی تا دیر وقت بازی ویدئویی میکردم، حتی اگر باعث میشد صبحها خسته به مدرسه بروم. بیشتر وقتهای استراحت و زمانهایی را که کلاس نداشتم میخوابیدم. باید از وقتهایی که کلاس نداشتم بهتر استفاده میکردم. باید کلاس دیگر برمی داشتم. کلاسی مثل نقاشی، گرچه با نقاشی نمیتوانم زندگیم را نجات دهم. یا حتی کاری کنم که زندگیم نجات پیدا کند. این واضح است. نه اینجا و نه هیچ جای دیگر. اما زندگی همین است دیگر، نه؟ شاید بهتر بود عضو گروه موسیقی می شدم و پیانو می زدم. قبل از اینکه به گروه کور وارد شوم کمی شناخته می شدم و بعد شاید با فردی خوش صدا اجرای دو صدائه می کردم. و بعد شاید جرأت تکخوانی را هم پیدا می کردم. حتی تئاتر هم می توانست خیلی باحال باشد. شاید می توانستم نقشی در نمایشی بگیرم که من را از بوسه خودم بیرون بکشد. اما نه، هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
یکی از کلاس‌هایم را خالی کرده بودم تا بتوانم استراحت کنم و چرتی بزنم. ساعت 12:58 صبح بود. وقتی 1 شد خودم را مجبور می‌کنم از آپارتمانم بزنم بیرون. این خانه هم مأوای من بود و هم زندانم. برای 1 بار هم که شده باید از آن بزنم بیرون و هوای آزاد را حس کنم. به جای اینکه همینطوری سرم را بیاندازم پایین و از جایی به جای دیگر بروم، باید بین راه درختها را بشمارم، شاید آواز مورد علاقه‌ام را بلند بخوانم و پایم را به آب رودخانه هاتسون بزنم. تمام تلاشم را بکنم تا به عنوان مرد جوانی به خاطر آورده شوم که زیادی زود مرد. ساعت 1 صبح شد. باورم نمیشد که دیگر هرگز به اتاق خوابم بر نمیگردم. در ورودی را باز کردم. دستگیره را چرخاندم و در را باز کردم. سرم را تکان دادم و در را بستم. حاضر نبودم وارد دنیایی شوم که قرار بود قبل از آنکه وقتش برسد من را بکشد. روفوس امتریو، ساعت 1:05 صبح. قاصد مرگ وقتی به من زنگ زد که داشتم به قصد کش دوست پسر نامزد سابقم را می‌زدم. هنوز بالای سرش بودم و زانوهایم را روی شانه‌اش گذاشته بودم تا جم نخورد و تنها دلیلی که با مشت نزدم توی چشمش این بود که گوشی در جیبم زنگ می‌خورد. صدای زنگ قاصد مرگ آنقدر بلند و تابلو است که همه آن را خوب می‌شناسند. حالا چه از تجربه شخصی، چه از اخبار، چه از این سریال‌های مسخره تلویزیونی که از آن استفاده می‌کردند، برای بچه‌ها تاگو و مالکوم دیگر تشویق و تهییجم نمی‌کردند که بیشتر بزنمش. در سکوت غرق شده بودم و منتظر بودم هر لحظه گوشی این پسرک احمق پک هم زنگ بزند، اما هیچ خبری نشد. فقط گوشی من بود که زنگ می‌خورد. شاید این تماس به معنای آن بود که مردن من به معنای زندگی اوست. تاگو گفت باید برش داری. روف داشت از بزن بزن فیلم برداری میکرد. عاشق دیدن جنگ و دعواها به صورت آنلاین بود. اما حالا همین جور خیره داشت به گوشیش نگاه میکرد. انگار ترسیده بود که گوشی او هم زنگ بخورد. گفتم غلط کردم. قلبم داشت تند میزد. حتی تندتر از اولین باری که خفتش کردم و انداختمش زمین. هنوز هیچی نشده. چشم چپ پیک باد کرده بود و توی چشم راستش هیچ چیزی جز وحشت نمیشد دید. قاصد مرگ ممکن است تا ساعت 3 با شما تماس بگیرد. برای همین مطمئن نبود که او را هم با خودم به کشتن میدهم یا نه. خودم هم نمیدانستم. زنگ گوشیم متوقف شد. مالکوم گفت شاید اشتباهی شده. گوشیم دوباره زنگ خورد. دهن مالکوم بسته شد. امیدوار نبودم. اهل آمار و این حرفها هم نبودم. اما تماس قاصد مرگ چیز عجیب و غریبی نبود و ما امتریوها توی زنده ماندن زیاد خوش شانس نبودیم. اگر دنبال کسانی می‌گردید که قبل از پر شدن پیمانه‌شان دنبال دیدن خدا باشند، باید سراغ خانواده ما را بگیرید. حسابی می‌لرزیدم و زنگ گوشی در سرم صدا می‌کرد. انگار کسی بدون لحظه‌ای توقف داشت به من مشت می‌کوبید. اصلا نمی‌دانستم چه کاری می‌خواهم بکنم. زندگیم هم زیاد جلوی چشمم به نمایش در نیامده بود. البته توقع هم نداشتم بعداً در لحظه مرگم این اتفاق بیفتد. پیک زیرم شروع به دست و پا زدن کرده بود. مشتم را گره کرده بالا آوردم تا جم نخورد. مالکوم گفت شاید اسلحه چیزی همراهش باشه. مالکوم گنده‌ترین ما بود. از آن آدم‌هایی که وقتی ماشینمان افتاد توی رودخانه هاسون و کمربند ایمنی خواهرم باز نشد خیلی به کار می‌آمد. قبل از تماس حاضر بودم شرط ببندم پک هیچ سلاحی همراهش ندارد، چون وقتی داشت از سر کار می اومد بیرون ریختیم سرش. اما حاضر نبودم زندگیم را سرش شرط ببندم. نه، اینطوری گوشیم را انداختم. شروع به گشتنش کردم و برگرداندمش. جیبهایش را چک کردم ببینم چاقویی چیزی دارد یا نه. بلند شدم اما او همینطوری روی زمین ماند. خب عزیزان، امیدوارم که از همین تیکه‌های کوچیکی که تونستم از این کتاب براتون بخونم خوشتون اومده باشه. این کتاب طولانی هستش و اگر از نثر و روایت این داستان خوشتون میاد امیدوارم این کتاب رو تهیه کنید و بقیه داستان رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید
سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.